برای حمایت از یوتیوب ما لایک، سابسکرایب یا همان زنگوله را بزنید. تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. قال الله تعالی فی قرآنه العظیم: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. تعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. خداوند متعال همه بندگان خودش را دعوت می کند به تعاون و همکاری در کارهای نیک و کارهایی که سبب تقوای الهی و اطاعت امر الهی می شود. در شرایط کنونی یکی از مصادیق روشن تعاون و همکاری که هم نشانه همدلی است، هم نشانه نوع دوستی است و هم نشانه احساس مسئولیت، دستگیری از فقرا و نیازمندان می باشد. ما در ماه مبارک رمضان هستیم و یکی از فلسفه های وجوب صیام و روزداری این است که تا کسانی که غنی و توانمندند با کسانی که نیازمند و فقیرند همدلی پیدا بکند، تا اینکه در اثر روزداری وجدانهای اخلاقی انسانها بیدار شود، درد و رنج و محنت گرسنگان را درک بکنند و این امر سبب تعاون و همکاری در کارهای نیک شود. در شرایط فعلی به خاطر فقر، به خاطر بیکاری، برخی از خانواده ها به خصوص خانواده های بی سرپرست ممکن است جانشان در خطر باشد، ممکن است سلامتشان در خطر باشد، ممکن است آبرو و عزتشان در خطر باشد. انفاق در چنین شرایطی به معنای نجات جان انسانها، به معنای نجات آبرو و عزت انسانها هست و در ماه مبارک رمضان فضیلت انفاق با انفاق در غیر ماه مبارک رمضان هم قابل مقایسه نیست. خوشا به سعادت کسانی که توفیق دارند در این ایام در کنار هموطنان مستمند و نیازمند خود می استند و پشت و پناه مردم خودشان هستند. انفاق البته که علی الظاهر مال پرداخت کردن، پرداخت مال برای دیگران است، ولی در منطق اسلام، در منطق قرآن و کسانی که معتقد به خداوند متعال و وعده های صادق خداوند متعال هست، انفاق علاوه بر این که دستگیری از دیگران هست، در واقع نجات جان خود انسان و سرمایه گذاری برای خود انسان هست. هم در دنیا انفاق سبب برکت و خیر در زندگی انسان می شود که قرآن می فرماید: مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبة انبتت 7 سنابل فی کل سنبلة 100 حبة والله یضاعف لمن یشاء والله واسع علیم. کسانی که انفاق می کند خیرش به خودش برمیگرده، چون انفاق مانند دانه میماند که در زمین میکارد، از هر دانه 7 خوشه و در هر خوشه 100 دانه میروید. تازه خداوند متعال میفرماید نه تنها یک دانه 700 برابر میشود، بلکه فضل خداوند ممکن است این 700 را هم چندین برابر بکند. از این جهت هست که انفاق نه تنها مایه برکت در اموال انسان می شود، بلکه علاوه بر اجری که در نزد خداوند دارد، سبب آمدن آرامش و اطمینان در زندگی انسان و دفع و رفع مکاره و بلیات و حزن و اندوه از زندگی انسان می شود. قرآن کریم می فرماید: والذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. کسانی که از اموال خود در راه خدا انفاق می کند، علاوه بر این که اجر مضاعف در نزد خداوند متعال دارد، اونم در ماه رمضان که اساسا نمیتوان برای آن اجر اندازه و حد قائل شد، علاوه بر اون فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. این انفاق سبب می شود که خوف و حزن و اندوه از زندگی انسان هم برطرف شود. لذا انفاق کردن سبب ماندگاری مال انسان در نزد خداوند می شود. ما عندکم ینفد و ما عند الله باق. قرآن کریم می فرماید آنچه را در نزد خود نگه می دارید فانی می شود، از دست می رود، حالا دیر یا زود، اما آنچه را در نزد خداوند می فرستید
برای همیشه باقی و سرمایه ماندگار خواهد بود. این انفاق است که در روز مبادا و در آخرت دستگیر انسان و سبب نجات انسان می شود. قرآن کریم می فرماید یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلة ولا شفاعه. ای کسانی که به خدا و وعده های صادق خداوند متعال و روز جزا ایمان دارید، از آنچه خدا به شما رزق و روزی داده است انفاق کنید و ذخیره کنید برای روزی که در آنجا دیگر معامله نیست، جز عمل نیک چیزی دیگر دست انسان را نمیگیرد. سرمایه‌داران عزیز، توانمندان عزیز، مالک حقیقی هر چیز خداوند متعال است. این ثروت و سرمایه‌ای که خداوند متعال به شما داده است امتحان الهی و نعمت الهی هست. انشاءالله که در این امتحان الهی موفق و سربلند شوید و از ارزاق الهی، ارزاق حلال و واسعی که خداوند نصیبتان کرده است برای هموطنان و برای نیازمندان و مستمندان انفاق کنید. حاج سیب رضا فیاضی، خداوند متعال از شما، خانواده محترم شما، فامیل نیکنام شما به احسن وجه قبول گرداند. شمایی که توفیق دارید هر ساله در چندین نوبت دست مستمندان را بگیرید و در این زمستان این دومین بار است که کمک‌های خداپسندانه و بشردوستانه شما برای هموطنان شما فقط در کابل رسیده و در جاهای مختلف الحمدلله شما توفیق خدمت دارید. این بار که مبلغ 100,000 افغانی را به عنوان افطاریه ارسال کرده اید، امروز در دومین جمعه ماه مبارک رمضان برای 47 خانواده به شدت فقیر و نیازمند و عمدتاً بی سرپرست در کابل برای 47 خانواده توزیع می شود. به هر خانواده یک بوجه آرد قزاق اول و یک بوتل روغن 5 لیتره مرغوب و یک پاکت خرمای مرغوب به عنوان افطاریه توزیع می شود. لازم به یادآوری است که برای هر خانواده حدود 2100 افغانی، البته به محض رسیدن پول شما ما پیش خرید کردیم، وگرنه الان آرد در هر بوجی حدود 40-50 افغانی دیگر گرانتر شده. لذا خوشبختانه ما آرد را در وقتی که ارزانتر بود خریداری کردیم. دعا میکنیم که خداوند از شما به احسن وجه قبول گرداند. مطمئن باشید که دعای خیر فقرا و نیازمندان به خصوص هنگام افطار و سحر بدرقه راه شما و موجب سعادتمندی شما در دنیا و آخرت خواهد شد. خداوند قبول گرداند. بر محمد و اهل بیت محمد صلوات. اللهم صل علی